سلام بینندگان گرامی، نویدی بомдодӣ از رادیو ozodi تقدیم شما می شود. امروز جمعه 6 مارت است. ساعت با وقت شهر پراگ 7:08 صبح است. از شما معذرت می خواهیم که با مشکل فنی شبکه اجتماعی یوتیوب نویدی بомдодӣ این صبح را در وقت معمولی پخش نکرد و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را به شما تقدیم میکنیم. وزارت صنعت تاجیکستان میگوید اقتدار کارخانه‌های آردبراری در کشور نظر به طلبات جمهوری قریب 2 مرتبه بیشتر است. دفتر مطبوعات وزارت روز 6 مارت با نشر این خبر گفته است در جمهوری 47 کارخانه‌های آردبراری موجود بوده، امکانیت استحصال 1.9 میلیون تن آرد گندم را در یک سال دارا می باشد و این اقتدار نسبت به طلبات سالانه جمهوری که 800,000 تن را تشکیل می دهد 1.9 مرتبه زیاد است. به گفته وزارت هر شبانه روز در کارخانه های مذکور 1835 تن آرد استحصال می گردد. اظهارات وزارت صنعت در حال است که سر از روز 4 مارت پس از آن که مقامات نماز دست جمعی در مسجدها و مارشروفکای دانشجویان را به خاطر پیشگیری از احتمالی پهنشوی کرونا ویروس منع کردند، ساکنان در تاجیکستان به بازارها ریختند و به مقدار زیاد آرد و روغن خریداری نمودند. در نتیجه نرخ آرد و روغن در برخی از منطقه ها بالا رفت. خوف ساکنان هم از آن بود که واردات آرد و گندم از خارج کشور قطع می شود. اما وزارت صنعت میگوید کارخانه های کارکرد با گندم از بازار داخلی تامین هستند و هم قسم آن از جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه منتظم وارد گردیده ایستاده است. وزارت صنعت تاکید کرده است که کارخانه های تاجیکستان نه تنها نیازی داخل کشور با آرد را می توانند تامین کنند بلکه اضافی آن را به خارج صادر می نمایند. سال گذشته 2019 به اطلاع وزارت از تاجیکستان بیش از 31,000 تن آرد به خارج کشور صادر شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نظرداشت خروج کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 در کره، ایران، ایتالیا و افغانستان و چین از شهروندان کشور خواهش کرده است که از سفر به کشورهای مذکور در حال حاضر خودداری نمایند. در خبری نشر کرده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان قید می شود که همچنین در حالت سفر به کشورهایی که در آنجا حادثه های مبتلا شدن به کرونا ویروس موجود است باید وضع مذکور به نظر گرفته شده طلبات بهداشتی و توصیه های نهادهای مربوطه رعایت گردند و از حضور در جایهای جمعیتی سرآدم پرهیز شود. ضمناً تاکید شده است که تاجیکستانیانی در خارج کشور قرار داشته می توانند در حالت ضرورت به نمایندگی های دیپلماتی و مؤسسه های کنسولی مراجعت کنند. گفته می شود نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در خارج حالت شیوع ویروسی مذکور را پیوسته پیگیری نموده مساعدت ضروری را به شهروندان می رسانند. تا 6 مارت در بیرون از حدود چین در 76 کشور زیاد از 12,000 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند. در خارج از قلمرو چین همگی 12,668 حالت سرایت کووید 19 به قید گرفته شده است و از آنها 214 نفر فوتیدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ طالبان سلاح به دست را جنگاور نامیده، افزود که رهبر این گروه افراطی وظیفه مشکلی در پیش دارد و او باید جنگاوران را به ختم حمله های خشونتبار وادار کند. روز 5 مارت اثنای صحبت با تلویزیون فاکس نیوز ترامپ گفت آنها جنگاور رزمنده هستند و 1000 سال این جانب به این کار مشغول می باشند. او ظاهراً با اشاره به یکی از اساسگزاران جنبش طالبان ملا عبدالغنی برادر که رهبر بخش سیاسی جناح جنگجوی می باشد گفت وظیفه‌ای که او در مقام رهبری دارد آسان نیست. ترامپ افزود افغانستان از قبیله های زیاد عبارت است و طالبان در نظارت همه آنها مشکل دارند. روز 3 مارت ترامپ گفته بود که او با رهبر طالبان صحبتی خوبی داشته است. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که روز 5 مارت ضمن همکاری ها با کشور استرالیا شهروند تاجیکستان حزب الله شاولی زاده همچون عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی به تاجیکستان استرداد کرده شد. نام برده از طرف مقامات تاجیک به چندین جرم از جمله عضویت در سازمان تندرو، خیانت به دولت و غیره گمانبر دانسته می شود. این در حال است که گروهی از پناهجویان و فعالان مخالفین تاجیک روز 2 مارت در شهر وین جمع آمده از مقامات استرالیا خواستند یک شهروند تاجیکستان را به دوشنبه استرداد نکنند.
آنها میگفتند که در صورت بازپس فرستادن یکی از هممسلکانشان حزب الله شاولیزاده به دوشنبه ممکن است او را عذاب و شکنجه کنند. جوانی 29 ساله تاجیک که به گفته مخالفان از طرفداران آنهاست در تاجیکستان به افراطگرایی متهم می شود. خودش این ادعاها را رد کرده و به مقامات افسریه برای گرفتن حق پناهندگی مراجعت کرده است. در ویدیویی گردهمایی که فعالان مخالفان در فیسبوک نشر کردند دیده می شود که چند نفر از آنها بلندگو از مقامات افسریه می خواهند شاولیزاده را به دوشنبه نفرستند. مقامات تاجیکستان میگویند درباره گناهکار بودن حزب الله شاولیزاده به مقامات افسریه دلیل ها پیشنهاد کردند. به گفته آنها نام برده 4مین نفر است که با درخواست آنها به تاجیکستان استرداد شده است. امارات متحده عرب رستم ابراهیموف سابق مدیر عامل بانک قزاقستان را که از نزدیکان رهبر مخالفین حکومت قزاقستان مختار ابلیازوف می باشد به قزاقستان استرداد کرد. روزی 5 مارت اداره دادستانی کلی قزاقستان گفت ابراهیموف با کمک به ابلیازوف در انتقال غیرقانونی مبلغ‌های زیادی بانک به نهادهای مالی خارجی متهم می شود. همین منبع افزود استرداد ابراهیموف امکان پذیر شد زیرا شناسنامه قرغیزی که او با واسطه آن به امارات متحده عرب وارد شده بود غیرقانونی ارزیابی شده است. ابراهیموف را روسیه، اوکراین و قزاقستان به تلف 5 میلیارد دلار متهم کرده درخواست بازداشت آن را انتشار نمودند. ابلیازوف و طرفدارانش عیبنامه را سیاسی نامیدند. ازبکستان یک افسر سابق کشور ولادیمیر کلاشین را در پشت درهای بسته با جرم خیانت به وطن به 12 سال زندان محکوم کرد. دختر کلاشین اناستاسیا پیشوا که در شهر مسکو به سر میبرد 5 مارت به رادیو آزادی گفت که پدرش را 1 روز پیش در تاشکند محکوم کردند. او علاوه کرد که تفصیلات حکم را در دست ندارد، ولی به اطلاع او پدرش را از رتبه پلکونیک محروم کردند. به قول این خانم وکیل کلاشین تاکید کرده است که زیر حمایش خود را گناهکار نمی شمارد و بازنگری حکم را در تمام دادگاه‌های امکان پذیر و از جمله بین المللی طلب خواهد کرد. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبری با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی تعیین شده است، $1 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 83 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 145 سومانی مقرر شده است. نویدی بامدادی اینجا به پایان رسید. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز پیشکش شما می شود. ما را همراهی کنید.